حکایت بهلول و تجار. روزی تجار بغدادی از بهلول سوال نمود: بهلول دانا، من چی بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقدار آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. این بار گفت: بهلول دیوانه، من چی بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز و تربوز بخر. تجار این بار رفت و تمام سرمایه خود را پیاز و تربوز خرید و انبار نمود. پس از مدت کمی تمام پیاز و تربوزهای او پوسیده و از بین رفت و از ضرر فراوان نمود. فوری به سراغ بهلول رفت و گفت: بار اول که با تو مشورت نمودم گفتی آهن و پنبه بخر و فایده نمودم، ولی دفعه دوم این چه پیشنهادی بود که کردی؟ تمام سرمایه من از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت: روز اول که مرا صدا زدی گفتی بهلول دانا، و چون مرا شخص عاقلی خطاب نمودی من هم از روی عقل به تو جواب دادم، ولی دفعه دوم مرا دیوانه خطاب نمودی، من هم از روی دیوانگی جواب تو را دادم. مرد از گفته دوم خود خجل شد و مطلب را درک نمود.